پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه بهترین نعمت دنیا نعمت و متاعه، و بهترین نعمت دنیا بعد از ایمان المرأة الصالحه، همسر صالحه. یک همسر خوب مؤمن پاک طاهر که رفیق راهت باشه، مادر بچه‌هات باشه، امانتدار زندگیت باشه، تو رو به عفت برسونه، نگاش بکنی خوشحال بشی، دستور بهش بدی اطاعت بکنه، نمازشو بکنه، روزشو بگیره، شرم و حیاشو حفظ بکنه. وقتی هم تو مسافر میشی و غایب میشید، این اوصاف زن خوبه. وقتی که از خونه میرید بیرون مسافرت میرید، تو رو در دو چیز حفظ بکنه، یکی در بستر خواب و یکی در مالت. این دوتا رو نگه بداره، رفیق راه انسان باشه، مشاور انسان باشه، همدم و هم نفست باشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه زن خوب زنی است که وقتی نگاهش میکنی شادت میکنه، کل وجودت محبت در بر میگیره. دیگه دوست نداری صورت تو از این همسرت که یک قطعه نور میمونه. واقعا چه آرامشی است. بزرگترین سرمایه در زندگی یک همراه صالح و مصلح و دلسوز و انیس و همصحبت و همدم و رفیق و تو خوشی و ناخوشی. اما این 5 تا انگشت با هم برادر هستن اما برابر نیستن. این 5 تا انگشت با هم برادرن، درسته؟ تو یه دستن. عزیزی خدا امتحانش کرد. خدا امتحانش کرد. شوهرش سرطان گرفت، شیمی درمانی میشد، زنش رفته بود رو تخت بیمارستان طلاقم بده. زن شوهرش مرد مؤمن و کارمندی بود، روزی حلال میخورد، خدوم بود. به شوهرش فشار آورد برو قاچاق بکن تا پولدار بشی مثل اون واجناقه، مثل همریشه، برو قاچاق کن پولدار بشید. زن از خدا به ترس قانع بشو، برو قاچاق کن پول میخوایم. مرد به این خوبی، به این مؤمنی، رفیق راهته، چرا وادارش میکنی قاچاق بکنه، مال حرام بیاره تو خونه؟ هی ناشکری کرد، برو مثل فلانی پولدار بشو. همریشه چه ماشین سواره، واجناقت چه خونه ای داره. ناشکری به نعمت خدا. بعد از مدتی یه غده سرطانی چه تو سر مرده چه پیدا شد. رفت دکتر گفت این غده سرطانیه، در آورد کل چه ریشه دوانده بود. بعد از مدتی خداوند اون مرد صالح ازش گرفت، گفت بیا پیش من که جات پیش این زن نیست، حالا برو تنها بشید. ناشکری به نعمتهای خدا نکنید. پیامبر درباره مادر میگه الجنت تحت اقدام الامهات، مادر بهشت زیر پای مادرانه. اگر مادر صالح شد، مادر کارخانه آدم سازی است، انسان سازی است. الام مدرسه اذا اعددتها اعددت نسلا طیب الاعراق. مادر مدرسه است که اگر بهش پرداختید از کوچکی، زمانی که دختره، بعد زن میشه، بعد مادر میشه، بعد مادر بزرگ میشه. اینا تکامل، سیر تکاملیه. میگه مادر مدرسه است که اگر بهش پرداختید تو نسل ریشه داری خواهید داشت. زنهای ما باید اصلاح بشن. شما از این ماه مبارک رمضان یک ماه تو نماز تراویح و تهجد چه برداشت کردید؟ اگه قرار شده که دوباره چه وقتی عروسی میشه تو سالن ها برید تا ساعت 6 صبح اونجا دم صبح بیایید با لباس رنگارنگ و عطر آدکلون و عکس و عطر و فلان، باید تو این رمضان باید تصمیمتون بگیرید که برداشت خوبی که شما را تا رمضان آینده، نه تا آخر عمر چه همراهی بکنه. این سرمایه این توشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند چند گروه از امتم من ندیدمشون در زمان من نیست. یک گروه زنها هستن. میگه زنهای از امت من هستن که در آخر الزمان پیدا میشن. نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن کاسنمة البخت المائله. میگه زنهای از امت من در آخر زمان میان، من ندیدمشون، پوشیده و لختن. کاسیات عاریات مائلات ممیلات، وقتی راه میرن میل میکنن و وقتی تو راه رفتن میل میکنن، دل جوانها و مردای نامحرم هم به طرف خودشون میل میدن. سرهاشون، موهای سرشون مثل کوهان شتر چه باریک شده است. کاسنمة البخت المائله. اینها بوی بهشت رو نمیشنون و بوی بهشت از مسافت چه چند سال به مشام میرسه. اینها وارد بهشت نمیشن. من چنین زنهای از امتم را ندیدم. اینها در آخر زمان پیدا میشن. یه روز پیامبر از کنار زنها رد میشد، میگفت صدقه بدید که بیشترین اهل جهنم شمایید. گفتن یا رسول الله چرا؟
گفت که زیاد نفرین میکنید و کفران نعمت میکنید. شوهر یه عمر خوبی میکنه، اگه یک بار یه چیزی خواستید نیاورد میگه تو هیچ کاری برای من نکردی و همیشه نفرین میکنه. قانع باشید، لباس تقوا بپوشید. وقت نیست که من توضیح بدم که کاسیات آریات یعنی چی. چند تا تفسیر داره. یا لباسای تنگ و فشرده که فرو رفتگی و برآمدگی بدنشون رو چه نمایان میکنه. بعضی لباس ها تنگ و فشرده از لختی هم بدتره، تحریکش بیشتره. یا قسمتی از بدنشون لخته، قسمتی چه پوشیده است. تو عروسی ها مشخص میشه. تو عروسی ها زنها میرن که فقط لباس و طلاشون نشون بدن. هر کسی لباس و طلاش خریده برای هر عروسی، هر مراسمی یک لباس، که هر کسی طلا و آرایشش و لباسش به رخ دیگران بکشه. کفشای پاشنه بلند میپوشن که وقتی راه میرن میل بکنن. چطوری موج میکنه زن؟ زمانی که کفش پاشنه بلند بپوشه. اینا پیامبر گفته زنهایی هستن از امت من که در آخر زمان میان بوی بهشت نمیشنون من ندیدمشون. جوانان توبه بکنین عزیزان. مرد و زن باید توبه بکنه، بزرگ و کوچک.